تا حالا به این فکر کردی که فاصله بین تو و یک جنایتکار جنگی چقدره؟ 1 کیلومتر؟ 1 سال؟ یا فقط یک دست لباس فرم؟ در سال 1971 در قلب دانشگاه استنفورد دیوارهایی بنا شد که ثابت کرد تمام ادعاهای اخلاقی ما مثل یک لایه نازک یخ روی یک اقیانوس از تاریکیه. دکتر فیلیپ زیمباردو میخواست بداند اگر قدرت مطلق رو به آدمهای معمولی بده چه اتفاقی میفته. نتیجه چیزی بود که حتی شیطان هم از تماشاش شرمسار شد. امروز ما فقط یک آزمایش رو روایت نمی کنیم. ما در حال بازخوانی وصیت‌نامه اخلاق بشری هستیم. امروز میفهمیم که چطور نخبگان جامعه در کمتر از 144 ساعت به سلاخ‌هایی تبدیل شدند که از زجر دادن همکلاسی هاشون لذت می بردند. کمربندها رو ببندید. اینجا ایستگاه آخر انسانیته. برای درک ابعاد فاجعه باید به آگوست 1971 برگردیم. زیمباردو برای این آزمایش از متدولوژی کنترل متغیرهای شخصیتی استفاده کرد. او نمیخواست کسی بگوید خب اون آدمها از قبل سادیسمی بودند. سند شماره 1: بیش از 70 دانشجو در آزمونهای MMPI، آزمون شخصیت چند وجهی مینسوتا، شرکت کردند. زیمباردو 24 نفری را انتخاب کرد که در شاخصهای همدلی، ثبات روانی و عدم پرخاشگری بالاترین نمرات را داشتند. یعنی ما با فرشته‌های دانشگاهی طرف بودیم. تقسیم بندی تصادفی: با یک پرتاب سکه سرنوشت‌ها جدا شد. هیچ تفاوت شخصیتی بین زندانبان و زندانی وجود نداشت. تنها تفاوت یک تکه کاغذ بود که نقش آنها را تعیین می‌کرد. زیمباردو می‌دانست که برای بیدار کردن لوسیفر باید ابتدا فردیت را نابود کرد. او از تکنیک‌های روانشناسی سیاه که در ارتش‌های تمامیت‌خواه استفاده می‌شود بهره برد. الف: حذف نام و تزریق شماره. در تمام طول آزمایش هیچ زندانبانی حق نداشت زندانی را با نام صدا کند. آنها به شماره تبدیل شدند. روانشناسی مدرن ثابت کرده که وقتی نام یک انسان را حذف می‌کنید، سیستم لیمبیک مغز طرف مقابل دیگر او را به عنوان یک هم نوع شناسایی نمی‌کند. او تبدیل به یک شیء می‌شود. ب. اونیفرم تحقیر. زندانی‌ها لباس‌های شبیه به دامن‌های گشاد و بدون لباس زیر می‌پوشیدند. چرا؟ برای اینکه در هر حرکت احساس عدم تعادل و شرم کنند. روی سرشان جوراب‌های زنانه کشیده شد تا موهایشان که نماد شخصیت آنها بود دیده نشود. آنها باید حس می‌کردند که دیگر مرد یا دانشجو نیستند. آنها فقط یک کنده چوب شماره‌دار بودند. جیم. نقاب قدرت. زندانبان‌ها اونیفرم نظامی خاکی و عینک‌های آینه‌ای مدل کلانترهای ایالتر را داشتند. عینک آینه‌ای یک ابزار روانشناختی فوق‌العاده سهمگین است. وقتی کسی نمی‌تواند چشم‌های شما را ببیند، شما احساس می‌کنید که در برابر اعمالتان نامرئی و غیر مسئول هستید. این همان چیزی است که به آن ناشناختگی فردی می‌گوییم. ساعات اولیه با خنده و شوخی گذشت. دانشجوها فکر می‌کردند این فقط یک بازی برای درآوردن روزی $15 پول است. اما زیمباردو در نقش رئیس زندان یک دستور محرمانه به زندانبانها داده بود. شما نمی‌توانید با آنها آسیب فیزیکی بزنید، اما می‌توانید حس ترس، بی‌ثباتی و دلتنگی ایجاد کنید. ما می‌خواهیم آنها حس کنند که هیچ حریم خصوصی و هیچ هویتی ندارند. ساعت 10 شب روز اول، اولین جرقه سادیسم زده شد. زندانبانها زندانیها را برای آمارگیری بیدار کردند. سودهای ممتد و بلند در راهروهای زیر زمین پیچید. آنها زندانیها را مجبور کردند شماره‌هایشان را با صدای بلند تکرار کنند. اگر کسی اشتباه می‌کرد، تنبیه دست جمعی، بشین پاشوهایی که ساعتها طول می‌کشید. بازی تمام شده بود.
ساعت 2 بامداد، زندانی سلول شماره 1 که دیگر طاقت تحقیرها را نداشت، تختش را به در تکیه داد و بقیه را به شورش دعوت کرد. آنها شماره‌های روی لباسشان را کندند و به زندانبانها فحاشی کردند. اینجا بود که اثر لوسیفر ماسک خودش را برداشت. زندانبانها که حس می‌کردند اقتدارشان لکه‌دار شده، از کپسول‌های آتش نشانی CO2 استفاده کردند. تصور کنید در یک اتاق کوچک، گاز سرد و خفه کننده به سمت شما شلیک می‌شود. زندانی‌ها به عقب رانده شدند. زندانبانها وارد سلول شدند. آنها را برهنه کردند و رهبران شورش را به سلول انفرادی، یک کمد تاریک و بدبو انداختند. این اولین باری بود که از برهنگی به عنوان سلاح شکنجه استفاده شد. آنها فهمیدند که با تحقیر جنسی و جسمی می توانند هر روحی را در هم بشکنند. بعد از سرکوب شورش، زندانبانها از یک تکنیک کلاسیک سازمانهای جاسوسی برای درهم شکستن هسته‌های مقاومت استفاده کردند. سلول امتیاز، پریویلیج سل. آنها 3 زندانی که کمترین نقش را در شورش داشتند انتخاب کردند و به آنها پاداش دادند. لباسهای تمیز، تختهای نرم و غذای با کیفیت، در حالی که بقیه زندانیها از غذا محروم بودند. تحلیل روانشناسی سیاه. این حرکت یک مهندسی معکوس ذهن بود. زندانی‌های دیگر فکر کردند این 3 نفر جاسوس زندانبانها هستند. همبستگی انسانی در عرض چند ساعت جایش را به شک و پارانویا داد. وقتی اعتماد بین مظلومین از بین برود، قدرت ظالم دوچندان می شود. زیمباردو در یادداشت‌های روزانه‌اش می‌نویسد: دیدن اینکه چطور این دانشجوها به جای دشمنی با ما به همسلولی‌های خودشان مشکوک شدند، تکان دهنده بود. در این پارت باید درباره دیو آشلمن صحبت کنیم. دانشجویی که نامش در تاریخ روانشناسی با لقب جان وین گره خورد. او که در زندگی عادی فردی بسیار آرام بود، در آزمایش استنفورد به یک لوسیفر تمام عیار تبدیل شد. سند رفتاری. او شروع کرد به تقلید لهجه زندانبان‌های خشن فیلم‌های وسترن. او فقط دستور نمی‌داد، او شکنجه‌های خلاقانه ابداع می‌کرد. او زندانی‌ها را مجبور می‌کرد ساعت‌ها بشین پاشو انجام دهند و در همان حال شماره‌هایشان را با فریاد تکرار کنند. اگر کسی از شدت خستگی می‌افتاد، کل سلول جریمه می‌شد. تحقیر سرویس بهداشتی. او استفاده از دستشویی را به یک امتیاز تبدیل کرد. زندانی‌ها مجبور بودند در سطل‌های داخل سلول‌هایشان غذای حاجت کنند که بوی تعفن آن فضای زیرزمین را غیرقابل تحمل کرده بود. سوال بزرگ: چرا کسی جلوی او را نگرفت؟ چون بقیه زندانبان‌ها که آدم‌های خوبی بودند، در برابر قدرت سادیسمی او سکوت کردند. این همان بی‌تفاوتی نظاره‌گر است که در جنایات بزرگ بشری تکرار می شود. سی و 6 ساعت از آزمایش گذشته بود که اولین سد دفاعی روح فرو ریخت. زندانی شماره 8612 دچار وضعیتی شد که در روانپزشکی به آن فروپاشی عصبی حاد می‌گویند. او شروع به گریه‌های هیستریک و جیغ زدن کرد. تصور کن در یک اتاق بتونی هستی. چشمانت از بیخوابی می‌سوزد و صدای سوت زندانبان در گوشت زنگ می‌زند. 8612 به ملاقات زیمباردو رفت و التماس کرد که خارج شود. اما زیمباردو که خودش هم در نقش رئیس زندان مسخ شده بود، به او گفت: تو نمیتوانی بروی. تو یک زندانی هستی. این جمله تیر خلاص به واقعیت آن جوان بود. او به سلول برگشت و به بقیه گفت: ما دیگر راه فراری نداریم. اینجا واقعا یک زندانه
و اونا میخوان ما رو بکشن. این شروع یک اپیدمی روانی بود. وقتی امید بمیرد، ذهن شروع به تخریب بدن میکند. روز چهارم روز ملاقات بود. زیمباردو برای اینکه وضعیت اسفبار زیرزمین لو نرود، دستور داد راهروها را تمیز کنند، موسیقی ملایم پخش کنند و به زندانی‌ها غذای خوب بدهند. والدین آمدند. آنها پسرانشان را دیدند که تکیده، کثیف و افسرده بودند. اما جالب اینجاست که هیچ کدام از آن والدین تحصیل کرده اعتراض نکردند. سیستم به قدری قدرتمند بود که حتی آدم‌های بیرون از آزمایش را هم متقاعد کرد که این فقط یک تحقیق علمی جدی است. این درس بزرگی است. وقتی یک جنایت تحت پوشش قانون یا علم انجام شود، اکثریت مردم چشمانشان را روی حقیقت می‌بندند. در حالی که بوی تعفن و ناامیدی فضای زیرزمین را پر کرده بود، زندانی شماره 416 که به تازگی وارد شده بود، تصمیم گرفت تنها سلاح باقی مانده‌اش را به کار بگیرد: جسمش. او دست به اعتصاب غذا زد. او نمی‌خواست بخشی از این نمایش سادیسمی باشد. واکنش زندانبان‌ها؟ آنها او را به انفرادی انداختند. اما انفرادی استنفورد سلول نبود. یک کمد تاریک و تنگ بود که فرد حتی نمی‌توانست در آن بنشیند. تصور کن 416 در آن تاریکی مطلق ایستاده، در حالی که زندانبان جان وین به بقیه زندانی‌ها یک پیشنهاد شیطانی می‌دهد. اگر می‌خواهید 416 از انفرادی بیرون بیاید، باید پتوهایتان را تحویل بدهید و امشب روی کف سنگی و سرد بخوابید. اما اگر پتوها را نگه دارید، او تمام شب در آن کمد میماند. نتیجه، اکثریت زندانی‌ها پتوهایشان را نگه داشتند. این یعنی پیروزی کامل سیستم بر اخلاق. آنها یاد گرفته بودند که برای بقای ناچیز خود هم نوعشان را قربانی کنند. در حالی که زیمباردو و 50 ناظر دیگر از پشت دوربین‌ها در حال تماشای این شکنجه‌ها بودند و هیچ کدام اعتراضی نمی‌کردند، یک نفر وارد شد که هنوز چشمانش به سیستم عادت نکرده بود. کریستینا ماسلاک، روانشناس جوانی که برای بازدید آمده بود، با دیدن زندانیانی که با کیسه‌های سیاه روی سرشان مثل برده‌ها راه برده می‌شدند، شروع به گریه کرد. او تنها کسی بود که فریاد زد: کاری که دارید با این پسرها می‌کنید وحشتناک است. این یک لحظه کلیدی در تاریخ روانشناسی است. زیمباردو بعدها نوشت: در آن لحظه من تازه فهمیدم که خودم هم به بخشی از آزمایش تبدیل شدم. من دیگر یک محقق نبودم. من رئیس یک زندان غیرقانونی بودم. در روز ششم، آزمایشی که قرار بود 14 روز طول بکشد، برای همیشه متوقف شد. اما برای آن 24 نفر جهنم تا چرا لوسیفر بیدار شد؟ اسناد و تئوری‌ها. باید به تئوری ناشناختگی فردی دی ایندیویدویشن بپردازیم. 1. نقاب مسئولیت. وقتی فرد در یک گروه یا اونیفرم قرار می‌گیرد، احساس می‌کند مسئولیت اعمالش با او نیست، بلکه با سیستم است. 2. انسان زدایی. وقتی طرف مقابل را به یک شماره یا دشمن تبدیل می‌کنیم، بخش همدلی در مغز، نورون‌های آینه‌ای، خاموش می‌شود. 3. اطاعت کورکورانه. آزمایش استنفورد در کنار آزمایش میلگرام ثابت کرد که انسان‌ها در برابر اقتدار
وجدان خود را به راحتی معامله می کنند. ما در پرسش‌های بشری فقط یک قصه تاریخی نگفتیم. ما به آینه‌ای نگاه کردیم که بازتابش لرزه بر اندام می‌اندازد. اثر لوسیفر ثابت کرد که شرارت یک صفت ذاتی برای عده‌ای خاص نیست. شرارت یک پتانسیل خفته در تک تک ماست که فقط منتظر یک موقعیت غلط، یک اونیفرم و یک قدرت بدون نظارت است. امروز زیرزمین استنفورد در کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی تکرار می‌شود. جایی که پشت اکانت‌های فیک و ناشناس به هم حمله می‌کنیم. در اداراتی تکرار می‌شود که در آن انسانیت قربانی بوروکراسی می‌شود. حالا که به انتهای این کالبد شکافی رسیدیم، از تو می‌پرسم: اگر همین امروز یک لباس فرم به تو بدهند و بگویند تو صاحب قانونی، آیا باز هم همین آدم خوبی هستی که الان فکر می‌کنی؟ یا لوسیفر درون تو همین حالا هم در حال لبخند زدن به این سواله؟ حقیقت این است: برای شیطان شدن نیازی به شاخ و دم نیست. فقط کافی است سکوت کنیم وقتی انسانیت در حال ذبح شدن است. اگر این محتوا برایت مفید و تأمل برانگیز بود، لطفاً پرسش‌های بشری را حمایت کن. دوست خوب من، ممنونم.